أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسی ما درسی تفسیر می باشد. تفسیری سوره احزاب می پردازیم که این سوره مدنی می باشد که در مدینه نازل شده است. بنابراین احزاب معنایش جمع حزب ها، گروه ها می باشد که مشرکان، دشمنان یهود و نصرانی ها خواستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم را نابود سازند با همراهی صحابگان پیروانش. اما الله بر سر چنین دشمنانی خیانتکار اسلام را، پیامبر را غالب آورد، نصرت داد. در این قصه جنگ خندق، جنگ احزاب ذکر شده است. برای همین این سوره را احزاب گفتند که گروه ها، دشمن ها بسیار یک بار متحد گشتند، خواستند که پیامبر و صحابگان را نابود سازند در مدینه. بنابراین الله میگوید یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما. الله میگوید ای پیامبر، تو تقوا پیشه بکن و کافران و منافقان را اطاعت مکن. البته الله بر احوال دل بندگان بسیار دانا می باشد و در قانون گذاریش حکیم می باشد. الله گاهی پیامبر را نبی گفته ندا می کند، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، که این اکرام الله، احترام الله نسبتی بندهش محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. گاهی به چیزی امر بکرد، خبر می دهد که یا ایها النبی ندا می کند. اما از وصف صحابگان پیامبر خبر می دهد، نام پیامبر و پیروانش را می گیرد. و ما محمد الا رسول قد خلت، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار. خبر می دهد که چگونه محمد همراه پیروانش بر کافران سختگیر هستند و بر مسلمانان مهربان است. الله میگوید یا ایها النبی اتق الله، ای پیامبر تو تقوا پیشه بکن. الله پیامبر رو به تقوا امر کرده شده است. از باب اولا که مؤمن ها تقوا ورزند. پیامبر یک بهترین بشر هستند، با وجود این الله پیامبر را به تقوا امر کرده شده است که تو تقوا پیشه بکن، زیرا تقوا سبب تمام نجات می باشد. از باب اولا که مؤمن ها باید تقوا بکنند. تقوا این است که با عمل های صالح خالص بین خودشان و بین الله، بین آتش جهنم سپری بسازند که این عمل صالح سپری می شود و وقایه بگیرند. ولا تطع الكافرین والمنافقین. الله می گوید تو کافران را اطاعت نکن، از شریعت تنازل مکن، از جزئیات، از اصولش در برابری کافران تنازل مکن، حق را بگو و منافقان را اطاعت مکن و از آنها مشورت نپرس، با آنها گوش فرا نده، با همراهی آنها ننشین الا در وقتهایی که حجت فرمان الله را تو بیان بکنی. وقتی که منافقان دشمنان بر ما نمیخواهم بنشینند، ما از آنها مشورت نگیریم، رأی آنها را نگیریم. مادامی که اهل بدعت و ضلالت هستند، ما با آنها ننشینیم مگر اینکه در حالتهای رسانیدن حق و شکست دادن آنها با آنها بنشینیم. ولا تطع الكافرین والمنافقین. ما منافقان، شخصایی که دشمن اسلام هستند و دشمنی هایشان را آشکار میکنند، آنها را برادر نگوییم، یا که راهبر نگوییم، یا استاد نگوییم. پیامبر میگن لا تقولوا للمنافق سید فانه ان یک سیدا فقد اسخطتم ربکم عز وجل. شما منافقان را سردار یا استاد نگویید، زیرا اگر آنها سردار شما باشند به تحقیق شما پروردگارتان را به خشم آورده اید.
ان الله کان علیما حکیما. البته الله بسیار علیم، بسیار دانا می باشد از احوال بندگانش و حکیم است در شریعت. چگونه شما باید با دشمنان و اهل بدعت و کافر و منافقان رفتار و معامله بکنید، الله در فرمانش حکیمانه فرمان میدهد. امروز منافقان بسیار هستند، ما میدونیم که از نوع از زبانشان معلوم می شود که آنها منافق هستند. با منافقان بنشینند و شکست ما رو، نقشه های شکست ما رو میکشند. ما با وجود آنها با آنها نرمی میکنیم. نباید با آنها نرمی بکنیم بلکه سختگیر باشیم. این بود تفسیری اول این سوره. السلام علیکم و رحمت الله و